یوتیوبر موقع گردش با سگش در باغی ناگهان به یک تونل سر میرسد. او همراه سگش وارد تونل می شود، اما نمی‌فهمد که در آخر ویدیو برای آن چه اتفاقی خواهد افتاد. Out. Come here. Come on. Come on. Go. Misty. What do you think about this, Misty? Keep looking. Stay behind me. What the fuck is that? Oh shit. Go. Come on, Misty. Come on, Misty. آیا شما دیدید؟ ناگهان وقتی وارد یک تونل دیگه می شود ناگهان چیزی عجیبی رو در آخر تونل نگاه می. باید برای شما بگوییم که بسیاری از مردم این ویدیو رو جعلی دانستند، زیرا وقتی که سگ او رو دید پارس نکرد. اما باید بگوییم که سگ خوب تعلیم دیده است. وقتی که سگ خفاش ها را نیز دید نیز پارس نکرد. خب آیا شما چه فکر میکنید؟ آیا واقعا با جن روبرو شده است؟ مثل همیشه تسلیم باشید. گفته می شود که ویدیوی بعدی در رشته کوههای ژاپن ثبت شده است. اگرچه این ویدیو خیلی کوتاه است، اما این ویدیوی کوتاه میلیون‌ها نفر را تعجب ساخته است. بعضی‌ها در کامنت‌ها معتقدند که این ویدیو فیک است و بعضی‌ها از مردم معتقدند که این ویدیو واقعا راست است، زیرا بعضی‌ها معتقدند که اژدها از قبل هم وجود داشته است. بعضی‌ها میگویند که اژدها از قبلا در داستان‌های زیادی آمده است و الان هم زنده است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که بعضی از آنها استخوان‌هایشان را پیدا کرده است، اما بسیاری از کاوشگران مطمئنند که آنها به جای استخوان دایناسور را پیدا کردند. بخاطر اگرچه این ویدیو راست باشد، ممکن است این حیوان هنوز در گوشه‌ای از جهان زنده باشد.
یک یوتیوبر این ویدیو رو در یوتیوب خود پست کرد و معتقد است که این یک موجود عجیبی در نزدیکی خانه او زندگی می‌کند و فقط شب‌ها بیرون می‌آید. بعضی وقتا تا دم در خانه او می‌آید. People think I'm nuts. It's on video. It's playing right now. I put the iPad in the window, and now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's coming up? It's like a weird demonic looking thing, and it's like a human, and it's all scratched down. And this is the second time this happened this week. And as I'm talking to you, this is all on recorded, and it doesn't see me. I'm in that, that sunroom. Huh? What? You're on record. Everything's recording now. Be gone. I pray that you've written peace right now. I come against all fear. I bind that in Jesus' name. I pray, Father, that you just give peace and comfort, Lord, that he knows that Lord, you are watching over, Lord. You are his rear guard, that nothing's going to come. Oh my gosh, I don't know what happened. We got disconnected. I even called the minister. It went back. آیا واقعا او توانسته است یک جن را در دوربین خود ضبط کند یا باز هم شوخی‌های جهلی؟ گفته می شود که ویدیوی بعدی در یکی از پارک‌ها در ایران ضبط شده است. این ویدیو در تهران در یکی از پارک‌های این شهر ضبط شده. معلوم میشه؟ نه. بیایم برتر بود. چیزی که در دوربین مشاهده می شود اینجا وسط یک دریاچه است. آنها از این تعجب کردند که چند گربه در سنگی وسط دریاچه است. طور که مشاهده می کنید این ویدیو از 3 جهت مختلف ضبط شده است و غیر ممکن است که از وسط آب داخل آب رفته باشد، چون گربه هیچ وقت داخل آب نمی رود. خب چطور ممکن است گربه در آنجا رفته باشد؟ باید برای شما بگوییم بعضی در کامنت معتقدند که گربه از داخل آب رفته ولی غیر ممکن است. در برخی از ویدیوها اگه دیده باشید گربه‌ها هیچ وقت دوست ندارند در آب باشند. باید برای شما بگوییم بعضی در کامنت معتقدند که این گربه نیست بلکه یک جن است. The heck is that? Oh my god! Oh my god!